سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به کانال خودتون فوتبال سیتی. توی این ویدیو قرار بهترین هافبک های تاریخ فوتبال رو معرفی کنم. پس قبل از اینکه بریم سراغ بازیکنان، حتما این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو هم سابسکرایب کنین. پس اگه آماده این بریم سراغشون. از زین‌الدین زیدان شروع میکنیم. زیدان زاده 23 ژوئن 1972 معروف به زیزو بازیکن فرانسه است که در پست هافبک تهاجمی بازی میکرد. اون چند فصلی سرمربی رئال مادرید اسپانیا بوده و یکی از موفق‌ترین مربیان جهان هم هست. زیدان در تمام نظرسنجی‌ها به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تمام ادوار گذشته در نظر گرفته میشه. اون یک بازیساز بود که به خاطر ظرافت، دقت پاس دادن، کنترل توپ و تکنیک خودش مشهور بود. اون به عنوان بازیکن جوایز انفرادی زیادی رو دریافت کرد. از جمله شایسته ترین بازیکن سال فیفا انتخاب شد و توپ طلا رو در سال 1998 به دست آورد. زیدان قبل از اینکه در بوردو خودش رو به عنوان یکی از بهترین بازیکنان لیگ یک فرانسه معرفی کنه، کار خودش رو در رن آغاز کرد. در سال 1996 اون به تیم ایتالیایی یوونتوس رفت و در اونجا جام‌هایی از جمله 2 عنوان قهرمانی سری آ رو به دست آورد. اون در سال 2001 با مبلغ 77.5 میلیون یورو به رئال مادرید نقل مکان کرد و رکورد نقل و انتقالات رو شکست که تا 8 سال بعد هم هیچ بازیکنی این رکورد رو جابجا نکرد. در اسپانیا زیدان چندین جام از جمله جام قهرمانی لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورد. در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2002 اون یک گل بی‌بدیل با والی پای چپ به ثمر رسوند که یکی از بهترین گل‌های تاریخ این رقابت‌ها محسوب میشه. زیدان که 108 بار در تیم ملی فرانسه بازی کرد، قهرمان جام جهانی فوتبال 1998 شد و 2 گل در فینال به ثمر رسوند و به تیم منتخب جام راه یافت. این پیروزی اونو به یک قهرمان ملی در فرانسه تبدیل کرد و در سال 1998 نشان لژیونر افتخار رو دریافت کرد. اون در یورو 2000 یوفا قهرمان شد و به عنوان بهترین بازیکن مسابقات انتخاب شد. اون همچنین با وجود اخراج در فینال مقابل ایتالیا به دلیل ضربه سر به سینه مارکو ماتراتزی، توپ طلا رو به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی 2006 دریافت کرد. در سال 2004 اون در لیست 100 نفره فیفا، لیستی از بزرگترین بازیکنان زنده جهان که توسط پله تهیه شده بود، قرار گرفت و در همان سال در نظرسنجی دوبل طلایی یوفا به عنوان بهترین فوتبالیست اروپا در 50 سال گذشته معرفی شد. زیدان یکی از بازیکنانیه که هم قهرمان جام جهانی، لیگ قهرمانان و توپ طلا شده. اما نفر بعدی ژاوی هرناندزه. ژاوی معروف به مهندس در 11 سالگی به لاماسیا آکادمی جوانان بارسلونا پیوست و اولین بازی خودش رو در تیم اصلی مقابل مایورکا در آگوست 1998 انجام داد. در مجموع اون 767 بازی رسمی برای بارسلونا انجام داده و رکورد زده. البته الان این رکورد در اختیار لیونل مسیه و 85 گل به ثمر رسوند. ژاوی اولین بازیکن در تاریخ باشگاهی که در مجموع 150 بازی اروپایی و جام باشگاه‌های جهان رو انجام داده. ژاوی با بارسلونا 8 قهرمانی لالیگا و 4 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورد. ژاوی در سال 2009 در جریان انتخاب بهترین بازیکن سال فیفا سوم شد و پس از اون در جایزه توپ طلای فیفا در سالهای 2010 و 2011 مقام سوم رو کسب کرد. در سال 2015 اون بارسلونا رو به مقصد اسد ترک کرد و در اونجا 4 جام رو به دست آورد تا اینکه در سال 2019 بازنشسته شد. نفر بعدی مکمل ژاوی در بارسلونا آندرس اینیستا است. اینیستا یکی از اعضای بهترین هافبک‌های دنیای فوتبال و یکی از اعضای کلیدی تیم پیروز اسپانیا در جام جهانی 2010 بود. اون گل پیروزی رو در فینال مقابل هلند به ثمر رسوند و به عنوان بهترین بازیکن اون مسابقه انتخاب شد و به تیم منتخب مسابقات راه یافت. در یورو 2012 اینیستا با اسپانیا دومین قهرمانی متوالی خودش در قاره رو جشن گرفت. این بازیکن باز هم به عنوان مرد مسابقه فینال مقابل ایتالیا انتخاب شد و البته به عنوان بهترین بازیکن کل مسابقات هم انتخاب شد. اینیستا 6 بار در تیم منتخب سال یوفا انتخاب شده. اون در سال 2012 جایزه بهترین بازیکن اروپا رو از آن خودش کرد و در سالهای 2012 2013 به عنوان بهترین بازیساز جهان انتخاب شد. اینیستا برای توپ طلای فیفا در سال 2010 بعد از مسی دوم شد و در سال 2012 به مقام سوم دست پیدا کرد.
هافبک بعدی لوکا مودریچ. مودریچ متولد 9 سپتامبر 1985 و یکی از بهترین بازیکن‌های دنیای فوتباله که در پست هافبک برای باشگاه رئال مادرید اسپانیا بازی میکنه و کاپیتان تیم ملی کرواسی هم هست. اون عمدتاً به عنوان هافبک میانی بازی میکنه، اما میتونه به عنوان هافبک تهاجمی یا هافبک دفاعی هم بازی کنه. اون به عنوان یکی از بهترین هافبک های دنیای فوتبال در تمام دوران و بهترین فوتبالیست کروات تاریخ شناخته میشه. مودریچ اولین بازی خودش رو برای دینامو در سال 2005 انجام داد و 3 قهرمانی متوالی لیگ و جام حذفی داخلی رو به دست آورد و در سال 2007 به عنوان بهترین بازیکن سال کرواسی انتخاب شد. در سال 2008 اون با شکستن رکورد نقل و انتقالات باشگاه تاتنهام به این تیم لیگ برتری منتقل شد. مودریچ و بقیه بازیکنان تاتنهام این تیم رو به اولین حضورش در لیگ قهرمانان اروپا بعد از حدود 50 سال رسوندن و به 1/4 نهایی مسابقات 2010-2011 هم رسیدن. در تابستان 2012 مودریچ با مبلغ 30 میلیون پوند به رئال مادرید پیوست. اون به یکی از ارکان اصلی تیم تبدیل شد و به تیم کمک کرد تا قهرمان بشه. مودریچ در 3 قهرمانی متوالی لیگ قهرمانان اروپا از فصل 2015-2016 تا فصل 2017-2018 یعنی 3 قهرمانی پیاپی نقش بسیار مهمی داشت و هر بار به تیم منتخب فصل راه پیدا کرد. اون جام‌های زیادی در رئال مادرید به دست آورد، از جمله 4 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 3 عنوان لالیگا، 2 کوپا دل ری و 4 قهرمانی جام باشگاه‌های جهان. اون جایزه بهترین هافبک اروپا در سالهای 2017 و 2018 را دریافت کرد. مودریچ اولین بازیکنی بود که به سلطه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در 10 سال خاتمه داد و بهترین بازیکن مرد فیفا شد و جایزه توپ طلا را برد. مودریچ اولین بازی ملی خودش رو در سال 2006 انجام داد و اولین گل ملی خودش رو در بازی دوستانه مقابل ایتالیا به ثمر رسوند. مودریچ نقطه اتکای نسل دوم طلایی کرواسیه و در هر تورنمنت مهمی که کرواسی در اون حضور داشته شرکت کرده، از جمله قهرمانی اروپا در سالهای 2008، 2012، 2016 و 2020 و همچنین جام جهانی فوتبال در سالهای 2006، 2014، 2018 و 2022. در یورو 2008 اون در تیم منتخب مسابقات انتخاب شد و دومین کرواتی شد که تا به حال به این افتخار دست یافته. مودریچ پس از حذف از مرحله گروهی در 2 جام جهانی اول خود، کرواسی را به فینال جام جهانی 2018 هدایت کرد و جایزه توپ طلای بهترین بازیکن مسابقات را دریافت کرد. در مارس 2021 اون تبدیل به بازیکنی با بیشترین بازی ملی در تاریخ کرواسی شد. علاوه بر این اون 9 بار بین سالهای 2007 تا 2020 به عنوان بهترین بازیکن سال کرواسی انتخاب شده. اما بازیکن بعدی آندرا پیرلوه. پیرلو که یکی از بهترین بازیسازهای تاریخ در نظر گرفته میشه به خاطر بینش، کنترل توپ، تکنیک، خلاقیت، پاس دادن و توانایی ضربه آزادش مشهور بود. پیرلو کار باشگاهی خودش رو در سال 1995 به عنوان یک هافبک تهاجمی با باشگاه برشا شروع کرد و در سال 1997 قهرمان سری بی شد. اون 1 سال بعد با باشگاه اینتر میلان قرارداد امضا کرد، اما خیلی در اونجا ندرخشید. اون در سال 2001 به آسی میلان پیوست و در اونجا تبدیل به یک بازیکن در کلاس جهانی شد و سپس 2 عنوان قهرمانی سری آ و 2 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 2 سوپر جام یوفا، 1 جام باشگاه جهان، 1 کوپا ایتالیا و 1 سوپرکاپ ایتالیا رو به دست آورد. اون در سال 2011 راهی یوونتوس شد و در سال 2015 به باشگاه فوتبال نیویورک سیتی MLS پیوست و در اونجا 2 سال بازی کرد و در سال 2017 بازنشسته شد. در سطح ملی پیرلو 116 بازی برای تیم ملی فوتبال ایتالیا انجام داد که 5مین بازیکن از حیث تعداد بازی ملی در تاریخ ایتالیا است. اون اولین بازی ملی خودش رو در سال 2002 انجام داد و در المپیک 2004 هم به مدال برنز رسید. پیرلو نقش مهمی در قهرمانی ایتالیا در جام جهانی فوتبال 2006 داشت. اون موفقیت مشابهی رو تکرار کرد و ایتالیا رو به فینال مسابقات قهرمانی اروپا 2012 رسوند. همچنین در مسابقات قهرمانی اروپا 2004 و 2008، جام جهانی فوتبال 2010 و 2014 و جام کنفدراسیون‌های 2009 و 2013 عضو تیم ملی بود. اون 4مین بازیکن اروپا در سال 2011 و 7مین در سال 2015 شد. پیرلو 4 بار به تیم برتر سال سری آ راه پیدا کرد و در سال 2012 در تیم منتخب یوفا
و در سال 2015 در تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد. این بازیکن همچنین 3 بار برای کسب توپ طلا در میان 10 بازیکن برتر قرار گرفت و در سال 2019 پیرلو به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا راه پیدا کرد. خب دوستان، خیلی ممنونم که توی این ویدیو هم با من همراه بودین. اگه ویدیو رو لایک نکردین حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو هم سابسکرایب کنین. نظراتتون رو هم داخل کامنت ها برام بنویسین. ویدیو بعدی رو هم از دست ندید.